چند شب پیش داشتم از مدرسه برمیگشتم. هوا تاریک بود. بارونم بند نیومده بود. زیر چراغ آخر خیابون یه زن ایستاده بود. عادی، معمولی. یه چتر دستش بود. رد شدم از کنارش، ولی حس کردم یه چیز غلطه. صدای پام روی زمین خیس می اومد، اما یه صدای دیگه هم بود که دقیقاً با من سینک نمیشد. یه قدم عقب‌تر، یه قدم جلوتر. پشت سرم نگاه نکردم، فقط سرعت گرفتم. رسیدم سر کوچه، برگشتم ببینم اون زن هنوز ایستاده یا نه، ولی هیچ کس نبود. فرداش مسیر همیشگی رو رفتم. تازه یه چیزو فهمیدم. اون چراغی که زیرش دیده بودمش 2 هفته از سوخته. همه میگفتن کسی زیر اون نقطه نمی ایسته چون تاریکه و دوربین خیابونم اونجا رو نمیگیره. من اونجا یه نفر رو تو نور کامل دیدم، در حالی که اصلا نوری وجود نداشت.